احسان آفرین. یک جان تشکر مادر عزیز، یک جان تشکر. السلام علیکم جناب عالی. سلام علیکم. پرزیدنت محترم امام رحمان، شما را من نومی همه یمی چی شما را خیلی مقدم به همی دروازی خشباد هوا را خوش اومده. من همیشه و خرسانی و خوام را بیرست که شما را پیش ببینم. سال آرزو داشتم که شما را پیش ببینم، ندیمت او سالی دعوت نومه هم دان من اموش خواهم امو قشلاق به ماشین نیافتم بیام ببینم. نصیب همین روز بوده است. انا نصیب من امروز بی که در همی زنگ بیم بیومم برکشتم. همو بلنده نه؟ سازه خوب است. جناب عالی این مهنتاش مردم عکا سر کنم. این در همین مدتی 30 سال کم این ریا را بگیم، این بابادی ها را بگیم، در واقع ناشناختنی چی است؟ گفتی خودت وعدت جناب عالی وعدت دادی که دروازه تیلای بدخشان کنم، حقیقتا دروازه تیلای بدخشان بشکرم. سلامت باشید. احسان. جناب عالی حاضر کدوم ایامی تاجیکستان همه دوستت میدارن. در مینه همون پریزیدنت ها میبینیم فخر میکنیم، میگن بینشه ای همه خشلویتا، ای همه وزیتا، ای همه قد بلندتا، ای همه گردوتا خشلوی نغز فخر میکنیم که انا خیلی سروری خشلو داریم و نومی خودت موافقی. امام علی رحمان نومت موافقی خودت هرتی است. کدوم یک خدمت ها طرف بگیم 7 روز بگیم یک سخنی من کمه قلم عاجزی میکنه به همین کارهای شما. این کارهای شما زمینده 30 سال کرده یگان کس نکرده است. از سال 78 جنگ در افغانستان قرارش ندان. این خود در مدت چند جنگ قرار داد، همه صلح وحدت دوستی. پاریم در شنوی رفتم دیمش گفتم که اینجا سختی پریزی های. بعد یک طالب ما یک ژورنالیست میپرسه که ای خالای کای میگم ای دراز میگه که در شنوی را خیلی میگم در شنوی میگه در پریز هم زخشیره چی است. این هزار رحمت ما دروازی ها امی خدمتات فقط امی را تگردونده نتونیم. حالا چات کنیم تاری صد میگیم که سلامت باشید. احسان. سلامت باشید. همه یمینا خدمت ها خطن ای شریحی ای رئیس کوچک یاشک شهر دشنوه امام علی رستم امام علی. انا من راستیش بگم ایم وقتش کتاب میخوندم دونا بیما دگونی کن باد فاطمه زورا هر مدونانه که دوره بیزبی را نه مکتب روی تونستم نه چی مهنتامو برابر بعد دو 5 خونده می چی نه این حالت هست خطبیه پیشوا میداد کوات آل میبیم دگون کار کوات ابتم برام خونم. درست اما مطلع که گهواره تاگر دانش بجای من نمیشیم. انا در همیش از 5 سالگیم حواسم کرد چیا خطبیم الهام اومد در فروغ سوب دانایش چیا کرستم. احسان آفرین. انا لاحیوی شب گذشتم او ولایتی و اوش خدا یک یاردم کنم برای پیرسی هم ایزا میخونم و ایزا فراموش که یاد کرده آمد. 100 کتاب خوندم در یاشی من در کتاب خوندم دائم کتاب میخوندم باره کتاب خونید یه بار همه را خود تأثیر کردی همه کارا را چی تبگیم آخی گفته گفت سخن ندارم قلم عاجزی کنم و همین کارای شما. سلامت باشید. مردم قدی ثروت الهی خم نگردد دلی شادت به دوری غم نگردد الهی باشی و 100 ساله باشی که سایت ای سری ما کم نگردد. احسان. ولی نام خودت
فاطمه یک یا زهرا من کلونیم گیا فاطمه من حال ولایتی ده اشتراک کردی نه حال به اکتبر ریمه اوکی حتما با جمهوری را برید بریم سقه سرمندم نکنی بریم در همین تیریان خستم نه چی باشد خیلی دلم پره که بدون باره خیلی سوال یک که باز کمپیر یک فراموش نکنم نه برعکس برای جوان ها این چی عبرت می شود جوان ها عبرت می شود میگن گل با پیران خشه جوان ها خودشو گلن سلامت باشید امی کردک امی کردکانو امی مادر خودشو تولش اینگه پیاد گفتن نو میخته در زبان شو گیجمه بابی امام علیم یک نواسه 2.5 ساله دارم میگه ای به شعر بخونم میگم بخو امام علی رحمان سروری تاجیکستان 100 سال زنده باشی به بخت ما بچگان نمو کردک 2.5 ساله رحمت اما منی در اخیر یک و 4 میستر خشومه 100 بار خشومه به همی دروازی خشباد هوا را میگم تیلاه دولت پاینده و پاینده تر باشد گلی باقی امید در شکفتن هر سحر باشد اگر از دولت کنی به هر جای روی دشمنان در زیر پا باشد رحمت خشومه میوه ما پیش ببینید من کینست کرامیستم میام سلام کن خطی اکی سال من استم خطای پیش ببینم مالک بیا غیر خالمان جنباز کرد دیگر یکان کسی دیگر یکان چه گفتنی دارد از نام همه مردمی درواز و بدخشان سخن کرد دیگه این در سخنهای باید نمیشد بخدا این 1.5 ساعت برآمد کردگی من 5 دقیقه برآمد کردگی خاله فاطمه برابر شد زیادتر شما ولی من میدانم که بعضا بچه ها از دوشنبه اومدگی اینجا نفهمیدین نه بعضا به نهایت زبان شیوای شیرین تاجیکی خود سخن کردن با دقت گوش کرده باشید چقدر است به نهایت چه دوست نمیداره این مردم ها این ملت چگونه دوست نمیداره بله من نمیدونم دیگر این همی حاضر من تمامی وزمینی های دنیا از سرم دور شد با شنیدن من هم خیلی زبان سخنهای شیرین شد یک جان تشکر میگم سفر آخرانم در شهر خارق بود بعد یک کارخانه میکشدیم نگاه کردم دیوال قرتی یک 15-20 نفر عورتا دایره زده ایستادن بعد نگاه کردم بعد شده یک مادر تاجیکی سال خورده خیلی در نظرم کلانسال تافت رحمم اومد بعد نزدش رفتم و گوشش را گفتم که دایره زده ایستاده است مرم نگاه نمیکند بعد گوش گفتم آچه جان شما خدمتاتون را کردین زحمتاتون را کشتگی هستین شما ما را گناهکار نکنین شما بیاین این سایه در ایجاده بشینید هم خیلی گشت نگاه کرد گفت که من برای پیشوازگیری شما اومدم من برای شما خرسندی کرده ایستادم چی بگم دیگر رفتم کارخانه را کشادم برآمدم حاضرم راست است حاضرم دایره زده ایستاده است من این مهر و محبت صمیمیت یک در سیمای یک مادر تاجیک نسبت به کلی
миллату халқи давлати тоҷикистон медонам. кӯшиш мекунам бештар дар назди мардум бошам ва аз рафти иҷроиши супоришҳои дода шуда назорат кунам ки ҳичам набошад як мушкилии мардум сабуктар шавад, як проблемаё ё ки мушкилиҳои иҷтимоии мардум сабуктар гардад. вазифаи роҳбар ҳамин аст. халқ аст роҳбари давлатро интихоб мекунад. агар мардум набошад халқ, ин давлат аст. агар шумо набошед, давлат куҷо мешавад? саломат бошед, хушбахт бошед. худои таоло ҳамин ҳар орзуи омоле ки дар дили ниятон аст, дар қалбатон аст, ҳамаи шуморо ба ҳамоно расонад. саломат бошед. барои пешвозгирии самимиятон як ҷаҳон ташаккур. хушбахт бошед, обод бошед.